دوستان عزیز شنوندگان رادیو وطن برنامه صبح با خرید اومد دارد و حالا هم در استودیو ما قرار دارم فاروق هستند و فالو اجازه ندادیم فاروق رو برای رفتن استودیومون و می‌خواستیم که البته چند ساعت دیگر حرف بزنیم ولی چون که گفتم فاروق امروز خیلی بند هستن چون نمیدونم شاید در چندین جای‌های دیگر باید که اشتراک بکنن و به همین خاطر خب اکنون فاروق برای همین دوره نیمه‌نهایی که برآمد میکنه چی سرود آماده کرده بعد مخفی نباشد как раз таки ози камтарак махфӣ аст узри зиёд шунавандагони азиз این هم سورپرایز камтарак да сюрприз шавад барое ки ози агар ман бугум бигзор ки шояд ки камтар қадар интересни нашавад аз ҳамин сабаб фақат худам медонама худашон таом бисёрда бале ҳатто хонагиён намедонанд даже барои муҳим аст бисёри баъд секрет будам ҳамин коро бисёр муҳим аст оиди контракт ва ба шумо як гап мегӯям фақат ҳамин чизе ки шумо дар даври нимниҳоӣ дидем аз ҳамин худо хоҳад иншоаллоҳ аз ҳамин бо 10 маротиба зудтар барое ки мо сахт тайёрӣ дидастем сахти бад барое ки мо ҳамчи хеле ки гуфтам барои мо ин озмон бисёр муҳима як озмон аст سخت تایید دستیم تمام بهترین و مونی سخت به شما اعتماد داریم مونی سخت به شما برار میخواهیم و فاروق مثلا این گونه در این گونه آزمون ها همین گونه طلبات است که حتما نمیدونم با زبان انگلیسی روسی سرود سرایت یا مهم نیست این چیز مهم است برای که خیلی که در کنترکت نوشته شده بود ما باید حتما سرودایی که بخونیم که سرودا مشهور باشن برای که 100 نفر قاعده آزمون این است که 100 نفر باید قبول کنن و خسته ازشون قطعا خوانن میکروفون دارن هر یک تاشون که تکمچه رو پخش کردن میخزن و میکروفون کتی همراه شما میسرن در پشت من در صحنه مانیتور نشون میدن اونجا مانیتوری کاراوکه است در اون مانیتوری کاراوکه بگذارم سرودم شنویدگیان سخناش نمیدونن و با واسطه همون کاراوکه تکست کتی مقصد همراهتون میخوانند این سرود باید بسیار مشهور باشد از همین سبب من چند ایده داشتم خواستم سرودی خود بخونم با این پلوس است چی باکی نباشه برای که سرودی خودت هست سرودی افترسکی خوبتر میشه که خواستم یگان تاجیکی فسان خلقی زور خونم نه گفتم که ممکن نیست باید سرودی به حد مشهور باشد و به حد مشهور چی هستند روسی و انگلیسی هستند یا که ایتالیانی یا که اسپانیایی همین سرود هستند از همین سبب ما هم کوشش میکنیم که خوبتر و بهتر شود اما مشهوریت که به دست آوردیم بعد 100% میتونیم سرودهای خودمون ببریم بله واقعا هم و من عذر میخوام از شما که شما غرق صحبت شدم دیگر زنگ شنونده ها رو به پاسخ مونده ایستادم به همین خاطر و یک چیز دیگر فکر کنم زنگ داشتیم بکنیست دوباره تماس میتونن بگیرن بله که تماس گرفتن بشنویم یک شنونده رو فاروق بعدن ولی نه اوکی خب فاروق در مورد سرودها گفتم شاید که خب بعضی از نمیدونم چیزهای سنتی یا میلی هم میشوند در ادامه یعنی همین آزمون از چیزهای میلیش من یک چیز فقط گفتم میتونم و گارانتی دادم میتونم که یعنی کفالت میدهید که دادم میتونم که اگر من می دوره را گذشتم خدا خواهد به هر یک مردم تاجیک به هر یک شنونده تاجیک حتما رحمت میگم حتما سپاس میگم اول با سپاس به جناب یاری میگم برای که بینین چه خیلی در زمانهایی که در بسیاری دولت‌های بیرون از کشور متاسفانه چی سیتواسیون قرار دارند و آدم‌ها انسان‌ها چه خیلی زندگی پای سر کردند برای همین یک شکری بی اندازه میگم برای صلح ملت صلح وطن که ما جوان‌ها میتونیم در خانه‌های خودمون با شکم سیر زندگی کنیم و میتوانیم که به روسیه حتی رفته در تمام اسنگ تاجیکستان خودمون را یعنی مشهور کنیم و دستگیری کنیم برای من یک فخر کلان است همچون یک شهروندی تاجیک در عرصه بین‌المللی وطن خودم نامش برداشتن و نام تاجیک رو برداشتن به حد خوب است من حتی در اشک شادی رفت که وقتی که در کامنتار دیدم روسا یعنی دیگر با دولت‌های دیگر ملت‌های دیگر تاجیکستان молодец بچه‌ک تاجیک молодец این میدونید چه خیلی یک فکری کلان است یک حسیاتی کلان است برای همین
من فکر میکنم که از همه چیزی مهم هم اینا هستن. بله واقعا فاروق میدونید شما همون عبارت خیلی مشهور تاجیکستان با پیش رو شما باز جهانی تر کرده. میکنیم. بله واقعا اگر بود مشهورتر میکنیم. در حقیقت ما برای میخوایم بار دیگر برای شما فاروق. و خب اونجا اشتراک کردن ها چگونه بود؟ مثلا رقابت بین اشتراکچیان چگونه بود؟ دوستی بود یا نمیدونم خیلی شدید بود؟ مناسبت ها چگونه بود؟ جنگ جنجال چگونه؟ نه جنگ و جنجال نبود. نه بدونین یک چیست و یک حسیات کنکورس بود. ما برادر شدیم، جورا شدیم، تو زیمو گپ میزنیم، گروپ داریم، مثلا چق میکنیم با هم دیگر، احوالپرسی میکنیم دیگر. نه در صحنه در صحنه ما باید رقیب باشیم. کیفیتش همینه. یعنی رقابت سالم. بله 100% ما با دیگر یعنی اودچی طلب میکنیم، موفقیت طلب میکنیم و همون صحنه برآمده خودمون نشون میدیم. بعضی صحنه ما هم خیلی رفیق هم که با میشینیم جمع میشیم هم خیلی فکر. بسیار عالی. و فاروق اکنون قرار است که کی به مسکو بروید؟ خدا خواهد همین اولوی نوامبر ده. پاکاوز 100% نمیدونم کی بلیط گرفتم در کار، نو انتظار هستم که کی مدام مینویسم که فلان روز شما باید در مسکو باشید گفته. ما اگنت داریم هر یک تمام، اما اگنت دادگیم و اگنت خبرهای نو به ما میگه مثلا ما باید چیکار کنیم در آینده. از همین سبب ما اگنت خودمونش داریم. Давайте Зоя Бабкина, что мне делать дальше? Нам занак باید نویسد که مثلا بیاین و دوری نهایی داد. چی من نهایی میگم ولی نیمه نهایی تیاری ما ببینیم و اشتراک ورزیم. بسیار خوب. و فاروق با اویلا تماشا کردید؟ انا همون وقت استرسش ما میدیدیم با خانواده تماشا کردیم، خاطر پدر شما فخر میکرد و چگونه بود احساس پدرتون؟ یکم پدر سختگیر هم دارید فکر میکنم. از همه جالبیت شده چیه که پدرم تماما چی نمیکرد، یعنی موسیقی که من میکردم تماما دستگیریش نمیکرد، یعنی خواهانش نبود، شنواندهش نبود، برای که سببی که تاجیک است و فقط سروده، یعنی تاجیکی 6 مقام هر چیزا که گوش میکنن این استیلی نو فرمتی نو کم ترک به نظرشون کم ترک بزید میتوان به معنی میتوان. از همین سبب فقط میگفتن که چی میکنی یه چیزی ساز کن. بعد همین برنامه‌ای که در تلویزیون شد نگاه کرد، بعد کاش گفت که تو چیزی را بتونی سعی وقتی ساعت کس رو قایل کرده تو کسی هستی مالجت بعد نمیگه بسیار مهم آزیر شکر خدا طولی یک سال خیلی میشود در زیاد هم بگیم خطا نمیکنیم. پدرم علاقه خوش رو قبول میکنم، مثلا با حتی از مومنتایی که دستگیری میکنم هم فینانس و مبلغ هم با دیگر کاراش شکر خدا هم ماش 100% بسیار عالی، بسیار خوب است. همین است فکر میکنم یک نشونه موفق شدن ها همین میتواند باشد. و فاروق اکنون چی میخواهید از تمام مردم تاجیکستان؟ با اینکه البته ما تاجیکان همیشه با شما هستیم و شما باور دارید اینکه خلق تاجیک همیشه با شما هست و باز چگونه میخواهید که دستگیری خود داشته باشد از جنوب تاجیکان؟ من فقط یک خواهش دارم، همین علوی که در دل همه مردم از گرفتگی است، یعنی دستگیری تاجیک در عرصه بین‌المللی همه چیز از بین نرود و تا آخر همون انرژی که به ما دادن همون انرژیشون رو بود خیلی ادامه دادن گیرن برای که به ما میتونه یک استیمول، یک سیل در پیش ماند که ما بگذار برای خودمون، برای هموطنان، بگذار برای خودمون، برای تاجیکستان هم برآمد، هم فکر کردی صحنه برآمدن در کار، فکر عقیده دنیوی یعنی شخصیتی هم باشد او را همش یک طرفه کردن در کار. فقط آزیر با ما پابده اینترس نیست. تولکا پابده برای همین تا از شما دستگیری خواهش میکنم، همین وقت هم نمیگیره در صحیفاتون میتونین که بگین در صحیفاتون یا که میتونین وقت افیر در بروین تماشا کنین، وقتی گلاسوانی میشه گلاسوات کنین. این چیزا بسیار مهم هستند. با من بسیار یک تلچوک برای من یک خوبی بهترین میتید.
فقط همین را طلب دارم. بله. بس دوستان عزیز شنوندگان رادیو وطن همگی صفحه اینستاگرامی فروخ رو پیگیری میکنیم. همه نوگانی ها رو میتونیم از آنجا بشنویم ببینیم، همه چیز رو از آنجا میتونیم آگاه بشویم و همه یک جای فروخ رو دستگیری میکنیم. فروخ خودتون هم سرود ایجاد میکنید؟ این بسیار جالب است و چون خودتون میخواید که چیزی یکم جالب‌تر خیریاتی بکنید و این چیزها نزد یک نفر میآموزید یا خودتون مستقیما؟ میدونین از سببی که ما یعنی بسیار در همین جدا هستیم، یعنی در صنعت پروفسیونالی نمیگم، من شخصا از دوره استودنتی وقتی که دانشگاه هم میخوندم و با پارالل نه وقت جدا کردم موسیقی هم کار میکردیم. در همین سبب ما با آدمای با انسانای رفیق شدیم، دوست شدیم که در همین هم سن سالی ما هستم، هم سن سالی ما هم رفیق شدم، هم با کلیگ شدم در همین جدا. مثلا ما از رفیقای دارم که موسیقی میسازن، رفیقای دارم که سخن مینویسن. گرچه که من خودم سخن نوشته اونقدر نمیتونم، یعنی با وای پروفسیونالی با چه میگن حرفه کسبیاتی با اون داشته پروفسیونالی نمیتونم نوشته. از همین سبب ما کوشش میکنم که برادران هم کوشش میکنن که ما یک چی برآوردیم چیزی نقض باشد. از همین سبب ما بسیارتر وام میخوریم، همراه میشینیم، یگان چیزی نو ایجاد میکنیم، چیزی که چه بگم بین المللی است. همین چیزا بله ما همین چیزا را کوشش میکنیم که خوبتر بهتر کنیم روز به روز. بله واقعا فروخ یک سال دیگر که مثلا اون سبکی که شما میسازید یکم بگیم که سبک معاصر است، مدرن است و چون که خودتون هم گفتید مثلا شاید که نه همه مردم تاجیکستان بتونن این چیز را قبول بکنن، چون مثلا پدرتون که بله یعنی شما ولی میتونید که البته نصیب باشد ها ما میره پلان داریم در نقشه گرفتیم برای که چه خیلی که شما میبینین در تاجیکستان متاسفانه سرایندگانی که استیل مدرن پیشگیری میکنن کمتر است نظر به دیگر دولت ها و ما کوشش میکنیم که همین چیز کمتر بسیارتر شود در تاجیکستان و شنوندگان تاجیک هم کمتر عادت کنند در استیل. ما هیچ گپی گفتنی هم نیست، گپی بزرگ بگذار سخت نرسه هیچ کاره. این صحنه است، این موسیقی است، هر کس چه بگم حسی موسیقی خودش دارد، هر کس فکوسی خودش دارد. از همین سبب هیچ که ما هیچ نمیگیم، ما فقط تلاش میکنیم که یک چیزی با بین المللی چه گفتیم که با طلبات بین المللی جواب بسازیم و درش میبینیم. خیر در آینده میبینیم که انشالله که مردم باید همین چیزا اول گوش کرده باید عادت کنند، بعد گوش کنند. چیزی که نبود در آوده پیروی کردن ممکن نیست، نمیشه، خیلی آدمی نیست. بله واقعا وقتی که در چنین آزمون ها اشتراک میکنید، وقتی که غالبیت میارید بعدا ما بگیم و این واقعا هم سنتی خوب است، واقعا سرودنی خوب است. فروخ اکنون بیاید یک زمزمه دیگر برامون بکنید، چون حالا دیگر این فرصت رو که به دست میاریم که با فروخ یک جا باشیم برای ما، برای تمام شنونده هامون. چون اینجا باید بگم که در صفحه وایبر و تلگرام ما دنیا بگیم پیامک ها هستن که همه اونها با شما برار میخواهند و زنگ هایی که بخشید از شنونده هامون که اگر جواب ندادیم ولی یک دنیا محبت نامه ها هستن، به خاطر همه اونها یک سروده که زمزمه میکنید بعداً خیر خوش میکنید. مایلش بگذار در همین خط این برنامه با زبان تاجیکی سرود بهترین بشود. خب یک سروده مدرن میخواستیم زمزمه کنیم. این عالی است. چقدر شما میدونه که شنونده های ما چی میخواهند. بریم. خوابم آمدی مادر شبانه، سری گوهارم خواندی ترانه. خوابم آمدی مادر شبانه، سری گوهارم خواندی ترانه. شدم آب و ادای الله هایت، فغان کردم فغان کودکانه.
شدم ما بو ادای الله های فغان کردم فغان کودکانم. سربلند خانواده باشین مادر عزیز. بسیار عالی. و تمام مادران تاجیک من باور دارم که برای فاروق حسن دستی دوم بردارم و بگویم فاروق کامیاب باشه و خوب واقعا عشق باشه، عشق شدی باشه. میگم فرزند تاجیک اینقدر موفق شد. فاروق براتون برار میخوایم. واقعا افتخاری تاجیکستان هستید و براتون باوری خیلی زیاد دارم، اعتمادی خیلی زیاد دارم که حتما غالبیت این آزمون نصیب ما تاجیکان میگردد و موفق باشید. حتما بعد از اون که البته غالبیت رو به دست آورید باز وعده میدید که مهمون نوی برنامه میشوید. بله بسیار خوش آمدید دوستان بسیار عزیز. ما شنونده رادیو وطن صحبت داشتیم با فاروق حسنوف و البته چون که فاروق گفتن این صحبت آخری نخواهد بود. از موفقیت دیگری فاروق در برنامه‌های بعدی حتما حرف خواهیم زد. برنامه صبح خیر رو میشونید. تبریک میتیم بودم با شما تا برنامه‌های بعدی. خیر دوستان، و اینجا در صفحه وایبر و تلگرام اون همچنین تبریکات و سرودهای درخواستی داریم که تمامی صاحب جشن رو میگیم زود روز مبارک و سرودهای درخواستی رو یک یک خواهیم شنید. با رادیو وطن باشید. فاروق شنونده های ما رو بگوید که با رادیو وطن باشن. با رادیو وطن باشن. بله دوستان خیر.